به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما هنرمندان و دوستان عزیزم. امروز 27 مارس 2024 و 8 فروردین ماه 1403، روزی که به روز جهانی تئاتر معروفه و جا داره که من فرهاد رفیع‌پور به نوبه خودم این روز رو به شما تئاتری‌های عزیز تبریک میگم. روز و ایام خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما هنرمندان و دوستان عزیزم. امروز 27 مارس 2024 و 8 فروردین ماه 1403، روزی که به روز جهانی تئاتر معروفه و جا داره که من فرهاد رفیع‌پور به نوبه خودم این روز رو به